داخل پایتخت سوئد هستیم. هلو بگو، سلام بگو. سلام علیکم. بله بچه ها، ساعت 6 صبح پرواز داشتیم و من انقدر باهوشم موبایلمو خود جا گذاشتم و اینجا با موبایل هیرا ادامه میدیم. بریم ببینیم که چی میشه. با سلام و درود به شما دوستان. با سلام و درود به شما دوستان. من چه میگم تو رفتی داره سلام علیکم بچه‌ها. هرچی دلم میخواد. الان اومدیم در میبینم که اومدیم بریم بیرون، بارون و ابر بود. برگشتیم تو، رفتیم یکم تو هتل رو گشتیم ببینیم چی داره. اومدیم بیرون از اتاق‌ها دیدیم آفتاب شد. واسه همین تا آفتابه میریم که ببینیم میتونیم شهر رو بگردیم یا نه. خب بچه‌ها اومدیم استکهلم سیتی، این ایستگاه وسط شهر اینجا. اینم شینا خانم. سلام بچه‌ها. اومدیم مرکز استکهلم. اینجا بزرگترین مرکز خرید توی استکهلمه. همونجوری که گفتش اینجا بزرگترین مرکز خرید اینجا، یعنی پاساژ خریدشونه که چند سال پیش سال 2017 اینجا وقتی که یه یارو ازبکی بوده واسه همون داعش بوده که اومده اینجا با ماشینش اول با کامیونش، آره دقیقاً با کامیونش اول چرخیده این دور و برا چند نفر رو له کرده و زیر کرده و اینا راهشو نفر رو تو پیاده رو کشته. بعدم رفته تو شیشه یکی از این مغازه. حالا کدومشه دقیقاً نمیدونم. حالا کدوم شیشه‌اش بوده معلوم نیست ولی بعد سال 1899 ساخته شده. توی 4 قسمت هم کار میکنن: لباس و لوازم آرایشی و وسایل خونه با چی بود دیگه؟ یه چیز دیگه مبلمان. وسایل خونه مثلا وسایل برقی خونه است. بعد جوری شده که الان این مثلا تو همین استکهلم همین پاساژ 8 تا شعبه داره و توی شهرهای مختلف اینجا جوریه که یکی از بزرگترین پاساژهاشون شده و انقدر قدرت پیدا کرده که تونستن همه جا خودشون رو پخش کنن و شعبه‌های مختلف بزنن. خیلی معروف شده و اینجا قبلا اونا که پادشاه‌های سوئد و اینا میومدن فقط از اینجا خرید. دقیقاً چون جوری بوده که همه چی توش بوده، مجبور نبودن بگردن. آره بعد جوری شده که آدمای پولدارشون و اینا قبلا همه میومدن اینجا خرید میکردن چون همه چی بوده، ولی الان جوری تغییر دادن که همه بهش دسترسی دارن و میتونن بیان اینجا. ولی حالا میریم توش، اگه بذارن یه کمی از توش هم فیلم میگیریم. مثلا هوا آفتابیه ولی انقدر هوا سرده بدون کاپشن نمیتونی اینجا راه بری. به هر حال اگه شد میریم داخلش هم بهتون نشون میدیم. تابستون اینجا ولی زمستون. آره ولی یه چیزی بگم، تابستون اینجا ما کاپشن میپوشیم ولی خودشونو ببینی با تاپ و شلوارک و همه ریختن بیرون، انگاری مثلا هوا خیلی گرمه. ولی آره همینه دیگه. نظر شما چیه؟ چی بریم توی فروشگاه رو ببینیم، میتونیم ببینیم با هم دیگه. بریم فروشگاه یا بریم الان توی سر شهر بازی تو هوا؟ بریم یکم تو فروشگاه رو ببینیم بعد میریم سمت شهر بازی. بچه‌ها شهر بازی اگه خیلی خوب باشه بتونیم زیاد چیزی سوار شیم یه ولاگ یه ویدیو جدا میکنیمش، اگه نه که تو همین ولاگ اضافه شه. آره پس به هر حال موضوع باشه توی مغازه بریم تو ببینیم. فعلا. خب بچه‌ها الان قسمت مودش هستیم. میبینی اینجا مغازه نیستش، همه چی همینطوری چیده شده، میتونیم بخری. خریداری یعنی مثل پاساژ مغازه های جدا نیستش، همش یک سر است. یه طبقه لوازم آرایشی و ایناست، یه طبقه موده. ایشونم هیرا گفتن که اینجا 30% مالیات داره بچه‌ها. خیلی مالیاتش بالاه، خیلی زیاده. اگه خواستید کشورهای اروپایی بیای هلند رو بهتون پیشنهاد میکنم 15% مالیات داره. بازی واسه IQ بالاها نداره. IQ بالاها بازی نمیکنن. خیلی مطمئن نیستم.
خدا وکیلی به این میگن آدمای باهوش. برداشته شن ریخته توی مشما بسته بندی کرده شن میفروشه. چند میفروشه؟ الان از فردا بچه‌ها 24 یورو 24 یورو بخرید. بچه‌ها شن بریزید تو جواب بفرستید اینجا واسهتون بفروشید. قسمت مردونه خوش اومدیم. خدا وکیلی بی‌انصافی به میگم باید بری طبقه 4 تا 2 تا لباس مرد ببینید. 3 طبقه وسایل زنونه گذاشتن. 3 طبقه زنونه نبود، طبقه سوم وسایل خونه خب بود. اونم واسه چیزای زنا طبقه اولم لوازم آرایشی بود، یعنی اود کلون و اینا مردونه هم داشت. قشنگ یه جوری درست کردن تا طبقه 4 زن پاره میکنه. رسید طبقه 4 دیگه حوصله نداری واسه خودت حتی لباس بخری. یعنی چی همه پولت زن تا طبقه 3 خرج میکنه، رسید طبقه 4 دیگه هیچی نداره. میاد دیگه نگاه میکنه برام گرفت. الان در شهر کمی پیاده روی کنیم. تا این خیابون یه قلعه هست. قلعه همونجوری که عربا میگن قلعه. میبریم اون توی اون قلعه هرم بهتون نشون میدیم. قبلا ورودی نمیخواست، امیدوارم که الانم ورودی نخواد. چی اسمش؟ گاملاستان. گاملاستان درست گفتی. همینیه که من میگم. تلفظهای قبل من سوء تفاهمی بیش نبوده. بچه اینجا اپرا اون بالا رو هم ببینید. اپرا بخون یکم. اپرا هیرا. نخون دیگه بس. نخون بس. میخوام به بچه آب نشون بدم. اوه خیلی خوشگله. اینجا مرکز کوست؟ کوری صده؟ آره. اینو دیگه که این پایینه. سمت چپش رو کجا؟ کشتیه چیه؟ میتونیم بریم توش؟ آها بچه راستی اینا یه چیز معروف دیگه دارن به اسم واکینگا. مال سوئد دیگه. آره دیگه. یه جا برین یه خیابونی بود مغازه بودش. سریال چیزو دیدید تا حالا؟ وایکینگزو؟ اگه ندیدید برید ببینید حتما. این پاچه ماشینی. خب بچه ها وارد اون کاخه شدیم. وارد حیاتش میشیم. یه چیزی بگو. خیلی به درد نخوره. گفتی کاخ من بوده. کاخت خیلی به درد نخوره اینا. من به خاطر همین دادمش رفت دیگه. بعد اونی که تو اتریشه واسه شنبرون خریدم واسه 10 بار 20 بار 20 بار از دیگه گنده تر دقیقا. اینجا رو میتونیم بریم تو. اگر تعجب میکنید که ما قبلا اینجا بودیم چرا دوباره اومدیم شهر بازی رو به شما نشون بدیم. اینجا شهر بازی نیست. آره گفتیم شهرام نشونتون بدیم دیگه. حالا تا اینجا اومدیم. برو کنار. خب بریم این تو بریم چه. این برم کلیساه نه؟ اون برم کلیسا بود. اینم که میدونید بچه ها این کشف باخه، بهش میگن پیانو کلیسایی. حتما شنیدید. این من نزدیک ببینید تو همه کلیسا یه سری از این لوله ها گذاشتن. لوله
بهش میگن پیانو. بله جلو. صدای فیلم ترسناک هم میده. نه اون یه چیز دیگه است. دوست داری؟ یه جوریه صداش با پیانو خیلی فرق میکنه. آره فرق داره ولی خب واسه اینا قشنگه. خب بچه ها بریم تا قسمت بعد. سان اندریاس. ایشون آندریاسه. کی بودین؟ ایشون آقای ماتئوس، آقای یوهانسه. پتروس خودمونه. انگشتش هم قایم کرده. پتروس انگشتتو بیار. پتروس انگشتتو. یاکوبوس. یاکوبوس. جون. بوس این مسئول بوس بوده. دستش هم گرفته میگه بیانه. اون نگاه یه کتابم دفترم داره اسم کسایی که خوب بوس میدادن و یه چیزی رو دقت کنید کلا علاقه خاص به این دارن که یه چیزی رو نگه داره. کلا همه تابلوهاشون یه چیزیه که یه جوریه که زیریا دارن نگه میدارن اون بالا یا ریلکس اینجوری دارن استراحت میکنن. الان اون فرشته ها این بریم بدبخت هم نگه بشه اون یکی ها بشینن. بچه ها ما از اون ور اونجا بودیم. نشان بده کجا بودیم؟ اونجا بودیم. الان اونجوری دور زدیم آب و اومدیم اینجا. این پشتیه موزه ملیشونه. این جلویی هم فکر میکنم باید یک هنر معاصر باشه. از کیه؟ بذار ببینیم. نوشته یه حالت قفس ماننده توش اینطوری دوتا آدمن که حالت آینه مانند داره. واسه ویه معمار بوده؟ وای آرچ. معمار بوده 2017. بزنیم بخونیم شاید واسه اونایی که مردنه. اینو اسکن کن. اینجا نمیاره نمادی برای پناهجویی، نمادی برای آزادی واسه این روزایی که همه توی سیاست با هم دیگه مخالفت دارن و اینا. سیاست انقدر اومده بالا که همه دارن به هم دیگه میزنن. واسه اونایی که فرار کردن کشورشون رو نتونستن توی کشور خودشون زندگی کنن اینو ساخته، چون خودش هم یه دونه چیز بوده. اصلیتش چی بود؟ چینی بود؟ ژاپنی؟ نه نوشته. حالا باشن چیز نوشته که آمریکاییه ولی قیافه یارو به چینی کره اینا میخورده. آمریکایی نیستش عزیزم. الان آمریکا فرار کرده آمریکا. وای چیش آمریکایی؟ میدونم ولی الان با آمریکایی باشه دیگه. گرین کارت داره دیگه. الان گرین کارت داره. داریم میریم به سمت کشتی ویکینگا. اگر رسیدیم تونستیم بریم اون تو هم بهتون نشونش میدیم، نشانتان میدم. بچه تا اینجا اومدیم ولی متاسفانه نمیشه رفت داخل. درشو بستن، کسی هم نذاشتن که ورودیش میبینید همه میرن برمیگردن. این ورم موزه اسبابازیه اینجا ولی نمیبریمتون. این وری باید بریم شهربازی. بچه اینجا شهربازی رو از دور میبینید. این برای آبیمون قشنگ این برای آب. هنوز 25 دقیقه نیم ساعت پیاده راهه. ساختمون خیلی قدیمیه. نفهمیدی این چیه؟ چی نوشته؟ موزه است؟ موزه نورد دیگه بهت گفتم. موزه است بچه ها. و اینکه الان هیرای اطلاعاتی داد که اینجا بلندترین افراد اروپا رو داره. نژادشون خیلی خیلی بلنده. از بلندی به سفیدی میزن. اگه بلند پسندین اینجا رو فکر کنم میپسندین. بچه ها اومدیم بلیط بگیریم یا اینا شروع کردم به آهنگ زدن.
میبینید که میام بیرون دیگه. همه دیگه دارن میرن دیگه، تموم شد. خدافظ.